سلام، رضا قدیمی هستم از تیم تحلیلی آموزشی پالس پلاس. این قسمت آموزش تابلوخوانی است. با ما همراه باشین. ما رو داخل چنل یوتیوب، پیج اینستا و کانال تلگرام همراهی کنین. اگر سوالی داشتین داخل گروه تلگرامی ما میتونین سوالات خودتون رو بپرسین و ما خوشحال میشیم بتونیم کمک حالتون باشیم. این قسمت تابلوخوانی هست. برای اینکه ما بخوایم تحلیلمون از روی تابلوخوانی انجام بدیم، بهتر یه دونه نرم افزار یا یه دونه افزونه در اصل دانلود کنیم و روی مرورگر خودمون اضاف کنیم. این افزونه وسهام هست که خیلی کمک میکنه به ما برای تحلیل تابلوخوانی. داخل گوگل میتونین بزنین و دانلود کنین. این افزونه رو روی مرورگرتون میفته و خیلی چیز جالبی هست. بریم تابلو رو داشته باشیم، بخوایم توضیحات بدیم و داخل جلسه دوم روش سیگنال گیری از تابلو رو بهتون میگم. این جلسه به شما یاد میدم اطلاعات تابلو چیا هستن و چه استفاده میتونیم ازشون بکنیم در جلسه بعدی. خب اینجا اسم شرکت رو ما داریم، همینطور که مارک کردم اسم شرکت رو ما داریم به اسم شرکت لیزینگ ایرانیان با نماد اختصاری و ایران. تابلوی اصلی همونطور که داخل آموزش مفاهیم بهتون گفتیم تابلوها به چه صورت هستن. یک سری اطلاعات به ما داده میشه روی این تابلو که من میخوام اینا رو یکی یکی بهتون بگم، توضیح بدم و بعد در جلسه بعدی بیشتر این بحث رو باز کنیم. ما یک خرید داریم داخل تابلو، یک خرید همینطور که مارک کردم میبینید. این خرید بهترین قیمتی که داخل سیستم نشسته، بهترین قیمت خریداری که داخل سیستم نشسته رو به ما این بالا نشون میده. یک فروش داریم که بهترین قیمت فروش رو به ما نشون میده که این سهم به خاطر اینکه صف خرید هست فروشنده‌ای نداره و سفید هست. یک اولین داریم که این اولین معامله که امروز انجام شده یا به اصطلاح بهش اوپن میگن، این قیمت اولین. یک دیروز داریم ما که این دیروز قیمت پایانی روز گذشته رو به ما نشون میده. اینجا یه دیتاهای سبز رنگ داریم. این دیتاهای سبز رنگی که اینجا میبینین، حالا سبز یا قرمز رنگ، این دیتا تغییرات قیمت امروز نسبت به روز گذشته رو به ما نشون میدن. یک پایانی داریم که این پایانی قیمت موزون معاملات روزانه رو به ما نشون میده. پایانی. یک معامله داریم که آخرین معامله‌ای که در سهم اتفاق میفته رو به ما نشون میده. میایم قسمت بعدی. یک بازه روز داریم، قیمتیه که یعنی بازه‌ایه که سهم امروز داخل اون بازه معامله کرده که همینطور که می‌بینین اینجا نشون داده کمترین مارکش میکنم تا بیشترین قیمتی که امروز معامله کرده. یک قیمت مجاز داریم که اون کف و سقف قیمتی که برای امروز این سهم در نظر گرفته شده رو به ما نشون میده. یک بازه هفته داریم که داخل یک هفته نشون میده کمترین قیمتی که بوده و بیشترین قیمتی که داخل یک هفته که گذشته که بوده رو به ما نشون میده. یک بازه سال داریم که کمترین قیمت و بیشترین قیمتی که داخل یک سال گذشته بوده رو به ما نشون میده. اینجا یک تعداد سهام داریم که تعداد سهام کل شرکت رو به ما میگه که میشه میلیون. بعد یه دونه حجم مبنا داریم که این حجم مبنا کلا حجم مبنا تعریفش اینه که حداقل تعداد سهام یک شرکت که باید معامله شود تا قیمت پایانی اون سهم داخل بازه قیمت مجاز قرار بگیره بهش میگن حجم مبنا، که برای شرکت های بورسی یک فرمولی داره که نیازی نیست حالا این فرمول بدونین، خود سایت حساب میکنه و زده میشه اینجا. برای شرکت های فرابورسی یک هست، یعنی به جای 4.5 میلیون میشه یک به اکثر. ما یک سهام شناور داریم که این سهام شناور تعداد سهامیه که دست سهام داره که قصد معامله یا خرید و فروش داره و نمیخواد سیت مدیریتی بگیره این سهامدار. یعنی مثل شما میخوایم مثلا چند هزار برگ سهم بگیریم معامله کنیم، حالا به هر دیدگاهی نوسانی، کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت و سودمونه بگیریم. نیاز نداریم به این که بریم جزو هیئت مدیره یا صندلی بگیریم داخل اون شرکت.
یه میانگین حجم ماه داریم که میانگین معاملات یک ماهه اون سهم رو به ما میگه. اینجا ما یه تعداد معاملات داریم که تعداد معاملاتیه که داخل امروز اتفاق افتاده برای این سهم. یه دونه حجم معاملات داریم که حجم معاملاتی که امروز انجام شده توی این سهم رو به ما نشون میده. یه دونه ارزش معاملات داریم که داره به ما ارزش معاملات امروز رو نشون میده که این ارزش معاملات به خاطر اینکه به دستش بیاریم حجم معاملاتمون رو ضرب در قیمت پایانی میکنیم، ارزش معاملاتمون رو به دست میاریم. خود سایت هم گذاشته اینو و با B و M نشون میده. B میشه میلیارد، M میشه میلیون. یه دونه ارزش بازار داریم که این ارزش بازار ارزش کل یه شرکته با توجه به قیمتی که خریدار و فروشنده تعیین میکنه رو نشون میده. ارزش بازار این شرکت رو ما اینجا میتونیم ببینیم. اینجا یه دونه آخرین اطلاعات قیمت داریم که آخرین معامله‌ای که صورت پذیرفته داخل این سهم رو به ما نشون میده. یه دونه وضعیت داریم که نشون میده سهم داره معامله میشه، بسته است، چه اتفاقی افتاده که میبینید زده مجاز که قبلا هم توضیح دادیم خدمتتون داخل آموزش‌های مفاهیم. خب دوستان، ما رو در چنل یوتیوب، پیج اینستا و کانال و گروه تلگرام دنبال و لایک کنید. کامنت بزنید تا انرژی بیشتری بگیریم و بتونیم آموزش‌های جذاب بیشتری رو بذاریم. خب حالا بریم ادامه آموزش رو داشته باشیم. اینجا یه دونه خرید داریم، یه دونه فروش داریم. خریدارها و فروشنده ها رو ما داریم اینجا یه دونه داخل این کادر اینجا ما حقیقی و حقوقی ها رو داریم که خرید و فروششون رو به ما نشون میده و حجم معاملات رو به ما نشون میده. خب این قسمت خرید رو نشون میده، این قسمت فروششون رو نشون میده. حقیقی چند درصد از معاملات رو داشته برای خرید، چقدر خریده، چقدر فروخته. همینطور حقوقی نشون میده چقدر خریده، چقدر فروخته. اینجا بالا حجم معاملات داشت نشون میداد، نسبت به حجم داشت نشون میداد چقدر خریده، چقدر فروخته. این پایین داره تعداد معاملاتشون رو نشون میده، تعداد دفعاتی که حقیقی ها خرید کردن یا فروختن. دقت کنین اینجا زده مثال 100 نفر زده باشه، خب این نیست که 100 نفر متفاوت خرید کردن. شما میتونین خودتون 10 بار خرید کنین و 10 تا کد اضاف میشه به اینجا که خرید کردن. یا همینطور این سمت برای فروش، این نیست که حتما یک نفر این کار رو انجام داده باشه، میتونه یک شخص بارها این حرکت رو تکرار کرده باشه. مجموع خریدها و مجموع فروشها رو نشون میده به ما. خب این افزونه میاد میانگین خرید و ورود پول هوشمند و این چیزا رو هم به ما نشون میده که کاملا خودش نمایش داده، نیاز به توضیحات بیشتر نیست. ما اینجا یه سری اطلاعات هم داریم که به این صورت هست. تابلویی که ما وقتی استارت میزنیم داخل سایت TMC نگاه میکنیم، اطلاعات هم گروه مخفی رو بزنین، اطلاعات اطلاعیه رو هم بزنین، سابقه مخفی رو هم بزنین نمایش بده بهتون. اینجا ما یه نمودار روزانه داریم. این نمودار روزانه‌ای که می‌بینین کندل های شمعی ژاپنی یا کندل استیک ها رو به ما نشون میده که در جلوتر با آموزش های کندل استیک هم میرسیم و بهتون توضیح داده میشه. کندل های روزانه رو به ما نشون میده. میتونین از این کندل ها خیلی استفاده کنین برای نوسانگیری روزانه. و پایینتر به ما گروه سهم رو نشون میده. این سهم از چه گروهی هست؟ مثلا سهم و ایران از گروه واسطه های مالی هست. خب اینجا سابقه معاملات رو داریم که بعداً داخل جلسه بعدی من بهتون میگم چه استفاده از این سابقه معاملات میکنیم. اینجا اطلاعی های کدالشون رو داریم. اگر بخواید دیگه خیلی زمان بر نشه بریم سایت کدالم چک کنین، اینجا میتونین بررسی کنین. خب ما اینجا حقیقی حقوقی این سهم رو داریم. معاملات روزهای گذشته شو به ما نشون میده. این افزونه به ما نشون میده ورود پول و خروج پولش و قدرت خریدار فروشنده رو به ما نشون میده. نمودار خریدارش و خروج و ورود پول رو نشون میده. هیئت مدیرش رو داریم، تصمیمات مجمع پورتفوی سرمایه گذاری و چیزهای دیگه که داریم میبینیم.
اینجا یک چیز که مهم هست قسمت معرفیش هست. اگر شرکتی بسته بود و مدت زمان طولانی بسته بود یا میخواستین مطلع بشین یا با شرکت در ارتباط باشین، شما میتونین شماره تلفنش از اینجا بردارین یا آدرس دفترشون، امور سهام و چیزای دیگه رو اینجا بهتون توضیح داده. اینجا سابقه معاملات از روزی که وارد معاملات بورس ایران شده رو نشونتون میده، شما میتونین ببینین. دیگه اینجا پیام ناظر رو داریم. اگر سهمتون یک روز بسته شد یا میخواست بره مجمع یا هر اتفاق دیگه بیفته، اینجا به شما اخطار میده ناظر. اینجا اطلاعیه های اون سهم رو میتونین ببینین. یه قسمتی که خیلی مهم هست قسمت سهامدارانشون هست که سهامدارهای عمده رو به ما اینجا نشون میده، که البته این افزونه سهام شناور و چیزای دیگر هم به ما اضاف میکنه و نشون میده. ما هر روزی که میگذره اطلاعات روز قبلش رو به ما نشون میده که خرید و فروش کردن این به اصطلاح سهامدارهای درصدیشون. روی هر سهامداری هم که بزنین نشون میده که چقدر داشته و چطور اضاف شده و توی چه شرکت‌های دیگه‌ای سرمایه گذاری کرده. این از معرفی تا اینجا. اینجا ما یه دونه اطلاعات تکمیلی داریم که وقتی بزنین به ما یه سری اطلاعات تکمیلی رو داده میشه. ریز معاملات رو میتونین ببینین. برای کد به کد کردن خیلی میتونه مفید باشه. شما باید بیاین اینجا این اطلاعات رو به دست بیارین که داخل جلسه بعد بهتر و بیشتر بهتون توضیح میدم. اینجا این قسمت نمایش فهرست رو که بزنین صفحه جدید باز میشه. اطلاعات رو برای شما گذاشتنه. این قسمت تغییر سهامداران عمده بزنین به شما تغییر سهامداراشون رو نشون میده. یه دید خوب میده که بدونین کدوم حقوقی خوب هست، کدوم حقوقی بدی هست. خب و سرمایه گذاری کردن توی چه شرکت هایی. شما اینجا میتونین ببینین و استفاده ببرین از این قضیه. حتما ما رو داخل چنل یوتیوب، کانال اینستا و کانال تلگرام دنبال کنین. اگر سوالی داشتین داخل گروه تلگرامی ما حتما بپرسین. خوشحال میشیم بتونیم راهنمایی و یا کمکی به دوستان عزیز بکنیم. تا آموزش کاربردی بعد که تحلیل تابلو هست که سیگنال گیری از معاملات یک تابلو هست، خدا یار و نگهدارتون.